وقت شما بخیر. نیچه فیلسوف آلمانی جمله معروفی داره که میگه گاهی مردم نمیخوان حقیقت رو بشنون چون نمیخوان توهماتشون از بین بره. ما انسان ها اغلب با حقیقت مشکل نداریم، بلکه با حقیقتی مشکل داریم که ما رو وادار میکنه عوض بشیم. ما از حقیقتی که آرامش دروغین ما رو تهدید میکنه میترسیم. حقیقت آینه ای هستش که چهره واقعی ما رو نشون میده، ولی سوال اینه آیا جرأت داریم به این آینه نگاه بکنیم؟ در مرقس فصل 10 جوانی نزد عیسی میاد و بهش میگه ای استاد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاودان بشم؟ و عیسی بهش میگه احکام رو نگاه دار. اون جوان پاسخ میده از کودکی نگاهشون داشتم. و بعدش عیسی بهش نگاه میکنه، محبتش به دلش میفته و بهش میگه هنوز یه چیز واسط باقی مونده، برو و دارایی تو بفروش و به فقرا بده، بعدش بیا منو پیروی کن. کتاب مقدس میگه ولی اون مرد از این حرف عیسی خیلی غمگین شد و رفت، واسه اینکه مال بسیاری داشت. عزیزانم، اون جوان حقیقت رو شنید، ولی ترجیحش این بود که توهم دینداریشو حفظ کنه تا اینکه با فقر و یا با پیروی واقعی از مسیح روبرو بشه. و داشتم فکر میکردم که خیلی وقتا ما هم همینطوریم. دوست داریم فکر کنیم آدم بخشنده‌ای هستیم ولی در دلمون به پول چسبیدیم. دوست داریم خودمون رو فروتن بدونیم ولی اگه کسی یه ذره از ما انتقاد بکنه آنن به جوش میاییم. دوست داریم خودمون رو پیرو مسیح بدونیم ولی در عمل عزیزانم با راحت طلبی سازش کردیم. و وقتی خدا از ما دعوت میکنه تا حقیقت رو ببینیم، یا ازش فرار میکنیم یا حقیقت رو انکار میکنیم. واسه این که حقیقت خونه ای رو که روی شن بنا کردیم میلرزونه. به دیسیپلین فیض ادامه.